هرج و مرج افغانستان دهه 70 میلادی یه دولت جدید و متفاوت متولد شد. برای پیدا کردن جواب، بیایید داستان شورا رو با هم ببینیم، یه تلاش فراموش شده برای دولت سازی. خب، قراره توی 5 بخش داستان تولد تا فروپاشی این دولت رو با هم مرور کنیم. این قیام یک خلای قدرت به وجود آورد و همینجا بود که یه تجربه سیاسی جدید شروع شد. این فقط یه گروه مقاومت نبود، بلکه یه تلاش بود برای ساختن یه دولت واقعی از هیچی. ایده اصلیش هم این بود: اتحاد از طریق مشورت، اونم با رهبری علمای دینی. شورا مثل یه دولت واقعی عمل می‌کرد. حتی برای عبور از مناطقش باید مجوز می‌گرفتی. و دقیقاً همینجا بود که مشکلات شروع شد. این اتحاد از همون اول خیلی شکننده بود. ببینید چقدر دیدگاه‌ها با هم فرق داشت. از حفظ سنت گرفته تا انقلاب رادیکال. رهبری شورا طرفدار آیت الله خویی بود، ولی فعالان اصلی تحت تأثیر انقلاب آیت الله خمینی توی ایران بودن. برای همین بقیه فکر می‌کردن میتونن کنترلش کنن و منافع خودشون رو پیش ببرن. این اتحاد بین روحانیون سنتی و خانه‌های سکولار، اسلامگراهای تندرو رو حسابی عصبانی کرد. یعنی رهبری مرکزی عملاً قدرتی روی فرمانده‌های خودش نداشت. هر کی ساز خودشو میزد. این نقشه مشکل رو خیلی خوب نشون میده. شورا روی کاغذ یه دولت بود، ولی در واقع هر منطقه دست یکی بود. از نظر ایران، شورا از لحاظ ایدئولوژی اشتباه میکرد و با خانهای مرتجع متحد شده بود. بدون حمایت خارجی شورا کاملاً فلج شده بود. پس نکته اصلی اینه که این دولت عملاً هیچ کمک خارجی دریافت نکرد. یه ضعف کشنده برای هر دولت نوپایی. مردم کم کم از دولتی که قرار بود آزادشون کنه متنفر شدند. این گروه‌ها پول، اسلحه و یه ایدئولوژی قوی داشتن که شورا اصلاً نمیتونست باهاش رقابت کنه. فرمانده‌های مهم با نیروهاشون به اونها پیوستن و اینجوری شورا رو از داخل نابود کردن. و اینطوری شد که تا پاییز 1984 این تجربه 5 ساله به پایان رسید و همه چیز به جنگ داخلی کشیده شد. پس می‌بینیم که شکاف‌های داخلی با دخالت نیروهای خارجی باعث شد کل این ساختار از هم بپاشه. داستان شورا به ما نشون میده که ساختن اتحاد، اونم وقتی اختلافات انقدر عمیقه، چقدر کار سختیه.